بچه‌ها تبریک میگم، بالاخره کارهای ثبت نام دانشگاهمون هم تموم شد. آره بالاخره یه دانشگاه ما رو گردن گرفت. سعید راستی تو رتبت چند شد؟ 3 تا 9 4 تا گل. بله اینو یادداشت کنین. 912 841. رایدر داری به کی شماره میدی؟ شماره چیه مومن؟ داشتم رتبه‌ام واسه بابام میخوندم. من که باورم نمیشه تونستیم با این رتبه اینجا قبول بشیم. من همیشه فکر میکردم میرم دانشگاه شریف. فعلا که با این رتبه شریف توی تو رفته. بچه‌ها خیلی سخت نگیرین، دانشگاه آزاد لس سانتوس هم مدرکش خیلی معتبره. آره حاجی، دایی منم همینجا درس خونده. جدی؟ همون دایی پولدارتو میگی؟ نه بابا، همون که افتاد زندان. بچه‌ها ولی خیلی خوب شد که با هم یه جا افتادیم. آره حاجی، کنار هم باشیم میتونیم راحت دانشگاهو بگیریم تو مشتمون. آره، با این اکیپی که ما داریم همه دخترها عاشق ما میشن. داش رضا که ماشین خفن داره، منم که یه فیس نمکی دخترکش. خب مثل این که واجب شد یه آینه واسه رایدر بخریم. حالا کی به تو گفته که فیست خوبه؟ مشتی، اینو همه بهم میگن. مثلا کی؟ مامان بزرگم. به غیر از اون. حالا از قیافه بگذریم، ولی وقتی جدی میشم جذبم خیلی زیاده. مشتی تو جذبت مگس روحانش بلند نمیکنه. بچه‌ها فردا روز اولمونه، حتما دست به سروتون بکشین، مخصوصا تو رایدر، بوی سگ میدی. آره راست میگه، منم امروز ماشینو میبرم کارواش. حله پس بریم خونه که به کارمون برسیم. فردا میرینمتون. بچپید بالا. بعد داشت سعید لباس جدید چی میگه؟ داداش دیگه از همین روز اول میخوام قیامت بپا کنم. سعید لباستو درست کردی، قیافتو میخوای چیکار کنی؟ زر نزن بابا، خوبه خودت شبیه بلوغ مختاری. راه بیا فاجی، دیر شد. بریم پرچمو بکوبیم بیا. بچه‌ها رسیدیم. رخ و عقاب بگیرید که با این ماشین الان همه نگاه‌ها به ماه. بچه‌ها رخ عقاب کنسله، سرتون رو بکنید تو کونتون شناسایی نشیم. مطمئنی درست اومدیم؟ اینجا که نمایشگاه ماشینه. آره بابا مطمئنم، روز ثبت نامم همینجا اومدیم. حاجی جان زیدت برو چند تا کوچه بالاتر پارک کن، الان آبروم میره با این ماشین. آره موافقم، بریم پیاده بیایم، فکر کنن حداقل ورزشکاریم. بنازم. بچه‌ها ماشین رو یکم بدجا پارک نکردم به نظرتون؟ آره به نظرم باید میذاشتیش موزه. آقا تا دیروز که صندلی جلو میشستی تو کونه جشنواره بود. وای چقدر عرق کردیم، خیلی راه اومدیم. آره حاجی، لاچاک منم کلافه است. بچه‌ها ما توی لاکچری بودن شکست خوردیم، سعی کنید در اینجا به بعد خودتون رو باهوش نشون بدین، چون پسرای باهوش هم خیلی جذابن. آره راست میگه، هنوز دیر نشده. جواد اولین کلاسمون چیه؟ فکر کنم انگلیسی داریم. خب عالیه، فکر کنم زبان هممونم خوب باشه. آره بابا، من که زبانم خداست. ردیفه، بریم بهشون نشون بدیم رئیس کیه. سلام بچه‌ها، من استاد انگلیسیتون هستم. امیدوارم در کنار هم ترم خوبی رو داشته باشیم. خب برای شروع کی میتونه خودشو به انگلیسی به ما معرفی کنه؟ بچه‌ها خودتون رو نشون بدین. استاد ما میتونیم. خب بفرمایید. My name is رضا and my nickname is مولاچاکی که معنیش میشه Never hair goes in my lachax. واقعا عجیب بود. امیدوارم هیچ وقت مولاچاکتون نره. خب کی میتونه راجع به مهارتاش به ما توضیح بده به غیر از این دوستمون؟ استاد اجازه؟ بله بفرمایید. I can fat two apples very well. متوجه نشدم یعنی چی؟ استاد یعنی که من میتونم دو سیبو خیلی خوب چاق کنم. واقعا که بفرمایید بشینید. خب بچه‌ها به نظرتون برای پیشرفت توی زبان چه چیزی خیلی مهمه؟ چوس خوب استاد، ما باید کتابای درستی رو چوس کنیم. چی؟ منظورشون چویس استاد، انتخاب. آها بله، انتخاب کتابم خیلی مهمه. بچه‌ها یه بوی بدی نمیاد؟ Of course it was my choice. منظورت چویسه؟ نه بابا واقعا چوس، آخه صبح لوبیا خوردم. رایدر خاک تو سرت، پاشو برو دستشویی تا شرفمون رو نبردی. حله الان میرم اوکیش میکنم. آقا اجازه؟ خاک تو سر 10 مغز، تو دانشگاه که برای بیرون رفتن اجازه نمیگیرن.
جدی نمیدونستم اینجا انقدر با هم راحتیم. استاد میونه کلامت ما بریم برینیم بیایم. حاجی این رایدر اصلا کلاس دانشگاه رو نداره، آبرومونو برده. آره ناموسن آبرو نذاشته واسمون. پیکان گوجه‌ای برای کیه؟ بچه پارک کرده، بیا جابجا کنه. اوه چجوری برم نفهمم پیکان واسه منه؟ سگ توش. استاد میونه کلومت منم برم برینم بیام. حاجی این رضا واقعا می کلاسه. تو از میکناسی حرف نزن. بچه‌ها به نظرتون تابلو شد پیکان واسه ما بود؟ نه حاجی تو که واقعا طبیعی رفتار کردی. حالا کجا گذاشتیش؟ همون جایی که خدا بیامرز میذاشت. چی؟ گذاشتمش رو پل. آقا جون خدا بیامرزم همیشه ماشینو میذاشت رو پل. خب الان اگه یکی دیگه خونه بخواد بیاد بیرون میخوای چیکار کنی؟ همون کاری که خدا بیامرز میکرد. روی ماشینم شماره تلفنمو گذاشتم. آقا جونم همیشه این کارو میکرد. آها حله. پس شما گشنتون نیست؟ به نظرتون واسه نهار چی بخوریم؟ همون چیزی که خدا بیامرز میداد بخوریم. آخه یادم آقا جون رضا املتاش خیلی خوب بود، هوس کردم. آره حاجی منم پایتم الان املت میچسبه. نظرتون چیه با این خانوما بریم املتو بزنیم؟ آره حاجی بعد همین روز اول اکیپمون رو تشکیل بدیم. بسپرینش به من. مخ کردن خانمای با کلاس تخصص منه. جان سیبیلایی که اسمرداد فقط مثل کلاس آمبرمون رو نبری. سلام خانوما. بفرمایید. میگم شما خیلی با کلاسین ولی من عادت دارم همیشه کلاسامو بپیچونم. آخه درد نداشت؟ چی درد نداشت؟ وقتی از بهش افتادم پایین؟ نه وقتی که داشتن میریدن تو قیافت. قسمت نمیشه اینگار دست تو را بگیرم. دوباره آبرمون رو برد. رایدر خاک تو سرت، این چه چرتی بود گفتی؟ مگه اومدی پارک محلتون؟ حاجی اینا خیلی بی جنبه بودن، اصلا خوشم نیومد. حالا حاجی واقعا درد داشت؟ چی؟ این که بهم پا ندادن؟ نه بابا این که ریدن تو قیافت. حالا خوبه خودت شبیه زخم مختاری. الان میرم خودم کارو در میارم. A few moments later. به نظر که داره خوب پیش میره. نه بابا من که بعید میدونم، اینا خیلی چوسن. خب پس میبینمتون. داش سعید چیکار کردی؟ بچه‌ها اوکیش کردم. قرار شد به بهونه پروژه دانشگاه بریم کافی شاپ صحبت کنیم. به به حالا کی میریم؟ میریمی وجود نداره، فقط من و رضاییم. هممون توی ماشین جا نمیشیم. اوه حاجی با ماشین من زایه نیست؟ نه داداش بهشون گفتم ماشین اصلیمون تعمیرگاهه، این ماشین دم دستیمونه. خب پس ما چی کار کنیم؟ همون کاری که خدا بیامرز میکرد. خب اون خدا بیامرز چی کار میکرد؟ هیچی، دست تو جیب با جعبه ابزارش برمیره. شما برید تو سلف دانشگاه یه چیزی بخورید تا ما برگردیم. پس رفیقاشونم واسه ما جور کنی. فقط ببخشید بچه‌ها من امروز لانکروزم تعمیرگاه بود مجبور شدم با این بیام. لنکروز منظورتونه؟ ببخشید زبونم نچرخید. همون لانکروز. خب بچه‌ها بشینید تو ماشین بریم. خب بچه‌ها شما اهل آهنگ خارجی هستید بذارم؟ آره بذار. آهنگای درکه رو گوش میدین؟ دریک منظورتونه؟ آره همون دریک، زبونم نچرخید. به نظر من عادل بذار کلاسیک تره. عادل منظورته دیگه. ای بابا 20 صاحب این زبون من امروز چرا نمیچرخه؟ اصلا ولش کن، یا آهنگ ایرانی میذارم عشق کنی. بچه‌ها اگه این کارو دوست داشتید حتما اونو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و تو کامنت ها بنویسید دوست دارید قسمت بعدیش هم بسازیم یا نه. با کامنت ها همون کاریو کنید که اون خدا بیامرز میکرد. پیکان گوجه‌ای بچه پارک کرده. دهن ما رو سرویس